استاد عزیز همین یک سوال داشتم. میخوام همسر بگیرم از تاجیکستان و روسیه بیارنش، مادر من یعنی همون دختره. درست. بعد یه برادر شیخای عرب گوش کرده روسیه میگه که باید پدر همون دختر یا که پدرش نباشه، مثل یکون تقویش یا که نمیدونم ای طرف این مردانه یکون بگیم چیش باشه ده، باید پدرش باشه ده وقتی که همون وقتی دخترم یعنی نکاح میکنیم. همین چیز تو کدوم درجه را مثل چی هست؟ درسته یا که نه؟ ببینید در مذهب حنبلی، اگر این شیخی که ذکر میکنید از کشورهای خلیج باشد، از عربستان، از این مذهب، در مذهب حنبلی وجود ولی پدر دختر، اگر پدرش وفات کرده نیست، برادر بزرگش، عموش، دایش، هر کسی که صفت ولایتش رو داره، جز شروط نکاح هست و نکاح بدون اون هیچ امکان نداره که بسته بشه. متوجه هستید؟ بله استاد عزیز، یکی اگر همین مادر من همون دختر بیاد اینجا نکاحش کنم، بعد نکاح من درست نمیشه؟ درست می شود در صورتی که پدر دختر یا یک نفری رو وکیل بگیرد. پدر دختر مثلا یکی از محارم این دختر رو در روسیه که شما زندگی می کنید وکیل بگیرد که در مجلس عقد نکاح از طرف پدر دختر به عنوان وکیل به اصطلاح نکاح شما رو ببنده. استاد عزیز اگر یکون خیلی تبارش نباشه؟ ببینید از طریق تلفن میشه این کار. بعضی از علما فتوا دادن که نکاح رو از طریق تلفن هم میشه. الان مثلا در این زمان هم میدونید که از طریق تماس‌های ویدیویی مانند زوم، واتساپ، بعضی برنامه‌های دیگر، از طریق تماس ویدیویی بعضی از علما فتوا دادن برای کسایی که عذر دارن، مشکل دارن، میشود نکاح رو بست. به شرطی که کسی که نکاح رو میبنده پدر دختر رو بشناسه، نه اینکه یک نفر دیگه بیاد ادعا بکنه که من پدر دختر هستم. پدر دختر رو بشناسه و کسایی که شاهد هستن اونا رو بشناسه. استاد عزیز نگاه کن سیتواسیون موچ خیلی استاد، مقصد ما را تاجیکستان بریم اولا غامتیان از خصوصا بچهای توجیک، بچهای توجیک قزاقستان، روسیه میورن، مادرای بچه‌ها و همون دخترم میگیرن میرن تا ایده‌ای هستن که مثلا که ویدیو زنگ بزنیم نکی نکاح میکردگی یگان همین خطیبای مسجدایی که در همینجا هستن، بعضی از توجیک‌های هستن که در همینجا الحمدلله علم دارن، اما نکاح میکنن لیکن پدر دختر موجی نشناسم استاد عزیز. حداقل یک دو نفر شاهدی که شما هست در عقد نکاح شما، اونا که پدر دختر رو میشناسن. متوجه هستید؟ این از باب احتیاط است. از باب احتیاط است. برای که میگه که همون حدیث همی رو همون شیخ میگه هر کسی که همی پدر دختری که اپیگونه همون دختر نباشه یعنی اون نکاح نیست. همین خیلی حدیث میگه. ببینید شرط اساسی این است که پدر دختر یا ولیش، متوجه هستید، در مجلس عقد نکاح حضور داشته باشه. اگر نیست، وکیلی که از طریق محکمه و از طریق دادگاه او رو وکالت داده باشه، وکالت رسمی داده باشه، یا به شکل شفاهی در حضور دو نفر شاهد وکالت داده باشه. متوجه هستید؟ مثلا پدر شما، برادر شما و یک دوست دیگر شما که پدر عروس اونها رو میشناسه، در حضور اونها مثلا امام فلان مسجدی رو گفته باشه که وکیل من هست که نکاح دخترم رو با فلانی ولد فلانی ببندد، در این صورت درست میشه. اما بعض پدرش اون کسا یعنی همچون وکیل انتخاب کنه و در نکاح ما باید اشتراک. خویش و تبار شرط نیست که حتما خویش و تبار دختر باشد. از خویش و تبار شما هم اگر کسی باشد که پدر دختر اونها رو بشناسد و اونها پدر دختر رو بشناسن، امکان داره که شاهد بشن، وکیل بشن حتی. فهم استاد عزیز، هزار رحمت جوان استاد زنده عزیز. باشید. در حق همین غریبای توجیه خصوصا استاد عزیز دعا کنه ای رحمان فی ظالمه
ایسر قدرت دور کنه و یک آدمی تقوادار و پرهیزگار بیاید که استاد عزیز آمین. باور کن در جمع خول شدیم. آمین. الله متعال حفظتان کنه. الله متعال این مشکلات و سختی ها رو آسان بکنه. تشکر برادر عزیز. آمین. سلامت باشید. سلام.